شب سورچرونی بود، شور و حال بود و دیگه جوونی بود. اهل فن ساز میزدن، بعضیا میرقصیدن. بنگیه به اون یکی گفتش چرا داری یه ور میری؟ فکر کنم یکم زیادی زدی. او بهش میگفت بابا تو نشه‌ای، مواظب باش تو خماری نمونی. اون زمان بیچاره بساطی بود و همه چیز رو به راه. شب گذشت و سحرم از راه اومد، خورشید طلایی رنگ خوب و قشنگ به این خونه سری زد. خانم خونه یک هو از جا پرید، سکوت اون خونه رو با هوار ناگه درید. با کتاب محکم سر شوهر کوبید، قرو لند کنم میگفت گفته بودم موقع خواب پرده رو تو بکشی، اتاق خواب منو تاریک کنی. چقدر تکرار کنم من برا تو، آخه ای خنگ خدا هپلی هپو. یک سری فوش بودش، دنبال هم ردیف شدش. چند تایی مشت و لگد نصیب شوهر شدش. اوضاع خونه جوری عجیب بودش، چون خیلی در هم بودش. ظروف کثیف برات هر طرفی ساز میزدن. سوسکان از خوشحالی مزقون و مزراب میزدن. قاب عکس از رو دیوار افتاده بود تو دیس پلو. تلفن تو ظرفشویی بیتاب بودش برای الو. چراغ مطالعه با ظرف ماست آشتی میکرد. مس بودش، شاید ماست رو مزه میکرد. اون طرف ظرف سالاد کتاب منطق رو میخوند. این طرف تندیس بودا توی چمن بودش بلو. اون لباسی که خانم چند روز پیش از خیاطش گرفته بود تو دیگه خورش برات یکوری بود. گلای سفید اون قهوه‌ای بود. خانم خونه یه بند فوش میداد، دستور میداد مرد بیچاره چمر هی سرشو تکون میداد. سعی میکرد زندگی رو تمیز کنه، سر سامانی بده. جرأت اینو نداشت که بگه هیچ گناهی نداره. مهمونای شب قبل بستگان خانم بودن، همه بی‌نظمی رو خود اونا هدیه دادن. این فقط تجسم دقایق عمر کسی است که اونو تو زندگی همه زنزلیل میگن. زنزلیل بودن دیگه شاخ نداره، دم نداره. کافیه یه مرد یه بند کار بکنه، از زنش فوش بخوره، تنبیه بشه، جرأت اعتراضم هیچ نباشه. متشکرم.